تو حرم امام رضا به من گفت آقا من چادری نیستم ولی تو حرم چادر پوشیدم، برم بیرون در میارم و یه چیزی بگید من قانع بشم. گفتم که ببین دختر گلم، ما قیامت رو باور داریم؟ گفت آره. تو قیامت شفاعت هم هست یا نه؟ گفت آره. گفتم شفاعت این مردمی که میخوان به نظرشون عمل کنیم ما رو شفاعت میکنن یا حضرت زهرا؟ گفت حضرت زهرا. گفتم بارکالله. گفتم اینجا تو میخوای شبیه مردم بشی ولی اینا نمیتونن تو رو شفاعتت کنن، ولی اگه شبیه حضرت زهرا بشی حتما حضرت زهرا شفاعتت میکنه، چون هرچه شباهت بیشتر شفاعت هم بیشتر. گفت آره. گفتم با چادر به حضرت زهرا شبیه تری یا بی چادر؟ گفت قول میدم دیگه چادرامو در